یکم نوامبر رستم اموملی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه در یک جلسه با رهبران مقامات حفظ حقوق شهر و با اشتراک رئیس سود پایتخت مسئله رفت تفتیشات پیشکی و کارهای انجام داده شده دایر به حادثه جراحت وزن جسمانی برداشتن شهروند محمد جان و مدینه بررسی شده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات شهرداری دوشنبه، پروکورور شهر گزارش داد که در اساس دستور رستم اموملی کارهای معینه انجام داده شده. عین زمان نسبت دولت و عزیزه و دولت لطفالله با علامت‌های دخلدار کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. گمانبران برای صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کرده شدند. به دنبال مرکز مطبوعات پروکراتور ژنرالی تاجیکستان روز یکم نوامبر خبر داد که این دو نهاد مراجعت شهروند علی موظفی را عاید با جراحت وزن جسمانی به مؤسسه دولتی شفابخش شهر دوشنبه بستری شدن دخترش محمد جان و مدینه امانوونا که توسط واسطه های اخبار عامه به پرزیدنت، رئیس مجلس ملی و پروکورور ژنرالی تاجیکستان پیشنهاد شده بود مورد بررسی قرار داده است. در اطلاع رسمی در سامانه پروکراتور ژنرالی آمده است مواد قبلا سنجیده شده از واحد تفتیشات مقامات حفظ حقوق طلب کرده آموخته به پیشبرد ریاست تفتیش پرونده های جنایتی مخصوصا مهم پروکراتور ژنرالی قبول کرده شده. از نتیجه اون نسبت دولت و عزیزه ترسونوونا با قسم 3 ماده 32 قسم 1 ماده 104 سوء قصد آدمکشی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و شوهرش دولت لطفالله با بند و قسم 2 ماده 117 عذاب و عقوبت کودکس جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده نامبردگان به حبس گرفته شدند. فعلا تفتیشات پرونده جنایتی ادامه دارد. با دولت لطفالله بر اساس قسم 2 ماده 117 برای عذاب و عقوبت از 3 تا 7 سال زندان و به همسر او عزیزه دولت و برای قصد کشتار از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. 2 روز پیش نوروز قربانزاده سخنگوی مجلس ملی در فیسبوک خبر داد که رستم اموملی جریان تفتیش پرونده مدینه محمد جانو را زیر نظارت خود گرفته است. سامانه بامداد قبلا خبر داده بود که مدینه روز 25 آگوست ربوده شده و بعد تقریبا 14 ساعت جسد نیمکشته او را در حالت کما به بیمارستان آوردند. گمان می رود که او را عزیزه دولت و همسر پرویز دولتوف یک کارمند شرکت میگافون مردی که مدینه هم با او رابطه داشت از سر رشک به این حالت آورده است.